سرخط مهمترین خبرها: بلاگران تاجیک 3 میلیون دلار درآمد گرفتند. یک سرباز وزارت دفاع در اسفرف هفتیده است و اوکراین با کمبود اسلحه روبرو است. درود بینندگان عزیز و خوش آمدید به برنامه نوید بامدادی. با آخرین خبرهای تاجیکستان و جهان در خدمت شما هستیم. امروز 1 فوریه است. کمیته اندازه تاجیکستان میگوید بلاگران تاجیک در سال گذشته 33.5 میلیون سومانی یا 3 میلیون دلار درآمد داشتند. روزنامه صحافی باج خراج در گزارش نوشته است اندازه بلاگران 2.5 میلیون سومانی یا حدود 250,000 دلار حساب شده است. تصدیق درستی این رقم ها از منابع مستقل امکان پذیر نیست. برعکس بعضی بلاگران میگویند درآمدشان کمتر شده است. در گزارش کمیته انداز آمده است تا 1 ژانویه سال 2024 در مقامات انداز 91 بلاگر ثبت نام شدند. یک سال پیش شماره بلاگرانی که رسما ثبت شده بودند 60 نفر بود. متخصصان کمیته بعضی بلاگران را به پنهان کردن اندازها متهم کردند. مقامات میگویند تا حال برخی بلاگران خود را همچون انداز سپارنده ثبت نکردند. روزنامه صحافی باج خراج هشدار داده است که نام چنین بلاگران را چاپ میکند. ثبت نام بلاگرها در تاجیکستان سال 2020 شروع شد. مقامات به این بخش زمان توجه کردند که صف بلاگران به خاطر گرفتن درآمد افزود. جسد یک سرباز وزارت دفاع تاجیکستان را به نزدیکانش در ناحیه عبدالرحمن جا دادند. امید بیک نظرزاده 18 ساله تیر ماه سال 2023 به ارتش برده شده در شهر اسفر خدمت میکرد. او را یک هفته پیش در زادگاهش گوراندند. مسئولان قسم نظامی 02267 به طور رسمی سبب مرگ سرباز را نگفتند. سیف الله قربانزاده معاون فرمانده این قسم حربی در مورد تعلیم و تربیت روز 31 ژانویه با شنیدن سوال رادیوی آزادی از صحبت خودداری کرد. مقامات هنگام دادن جسد به والدانش گفتند که امید جان با یک سرباز دیگر برای ناس جنگ کرد و در نتیجه به هلاکت رسید. پیوندانش میگن به این فرضیه باور ندارند چون پسرشان هیچگاه ناس نمیکشید. به قول پدرش تاج‌الدین بیک نظرزاده وقتی جسد را آوردن از پشت سرش خون میرفت. پدر سرباز هفتیده افسود در پشت سرش شکافی کلان را دیده است. خانواده سرباز طلب دارند که مقامات سبب مرگ فرزندشان را باید فهمانند. هر سال در واحدهای نظامی تاجیکستان مرگ سربازان ثبت می شود. در بیشتر این حالت نزدیکان سربازان دعوا می کنند که آنها بر اثر لتوکوف افتیدند. بینندگان عزیز، برخی شما در موضوع انداز برای محو کارکرد ماشین ها در تاجیکستان یا اوتیلیزاسیون پرسیدید. بر اساس قرار حکومت از 30 دکبر سال 2023 انداز یا مالیات برای نابود کردن ماشین چنین مقرر شده است. برای ماشین های سبوگرا و مسافربرهای خرد و کلان 1584 سومانی، برای ماشین های بارکش و مخصوص 2880 سومانی، برای موتورسیکل ها 360 سومانی. در قانون درباره دیگر پرداخت‌های حتمی به بودجه گفته شده است که پول پرداخته رانندگان تا دوره محو ماشین اعتبار دارد، یعنی چنین نوع انداز از یک ماشین یک مرتبه ستانده می شود. اما بعضی کارشناسان مقدار این نمود انداز را وزنین می دانند. به اطلاع رسمی شرکت‌های موبیلی و اینترنت رسان در تاجیکستان سال گذشته زیاد از 3.8 میلیارد سومانی درآمد گرفتند. مسئولین خدمات علاقه 31 ژانویه ضمن نشست خبری گفتند درآمد شرکت‌های موبیلی نظر به یک سال پیش قریب 8% زیاد شده است. در نشست خدمات علاقه گفتند 78 شرکت در بخش مخابرات کار میکنند. الهام جان عطایف معاون سردار خدمات علاقه شماره مشتریان علاقه الکترونی را در کشور 7.8 میلیون گفت. مقامات در حال از افزایش درآمد شرکت‌های مخابراتی خبر می‌دهند که رئیس جمهور امامعلی رحمان 25 ژانویه در جلسه سالانه حکومت گفت سال گذشته از حساب شرکت‌های موبیلی به بودجه 192 میلیون سومانی انداز وارد نشد. بیش از 40 سال است که به سبب نزاع‌های داخلی مردم آواره کشور افغانستان بزرگترین جمعیتی در حال جستجوی جای امن در کشورهای دیگر را تشکیل می‌کنند. بنا به اطلاع کمیسر عالی سازمان ملل از 2/3 اهالی افغانستان با آمار سال 2023 به کمک‌های بشردوستانه و حمایت نیاز دارند. این است که شهروندان افغانستان سال تا سال با شماره بیشتر برای دریافت روزی به کشورهای دیگر می‌روند. همکار ما فرزان محمدی با چندی از مهاجران تاجیک تبار این کشور در عربستان سعودی روبرو گردیده است. حالا گزارش او را در این موضوع تماشا می‌کنیم. محمد ولد عبدالحمید 21 سال دارد. وی زمانی در عربستان سعودی به دنیا آمده است که پدر و مادرش همچون مهاجری کاری در اینجا قرار داشتند. والدینش بنابر مشکلتر شدن مسائل سند ترتیب دهی برگشته به افغانستان رفتند، ولی محمد نخواسته است همراه خانواده‌اش در آنجا ماند.
او همراه دادرانش در یک آشخانه چند نوع طعام می‌فروشد. نیت ندارد که دیگر به وطن پدریش برگردد. قوم‌پرستی زیاد است، بیخ زیاد است. قوم‌پرستی همه خاطر دل انسان نمیشه که بره افغانستان زندگی کنه. باز اینجا خوب است، نه قوم‌پرستی است نه دیگه است، قانون حکومت صحیح باشین هیچ چیز نیست. نه افغانستان رفتگی هستیم، تقریبا 6 ماه استاد شدیم، پس آمدیم، خوشم نامد، پس آمدیم. فکر میکنم که از این خاک وطن خودم است. از وطنم خودم از اینجا دوست زیاد داشتم. اینجا را زیاد دوست داشتم چون که پیدا اینجا است، زبانش خوب میدانیم، مردمش خوب میدانیم، همه چیز میدانیم. در همین آشخانه مهاجران دیگری افغانستانی هم هستند که چند سال اخیر آمده و کار میکنند. عبدالحنان ولدی عبدالرشید از ولایت سریپول افغانستان است. او میگوید هرچند سالهای پیش با علاج در وطنش کار و زندگی میکرد، اما با تغییر یافتن اوضاع سیاسی کشورش کلاً مهاجرت را پیشه کرده است. باید در یک آشخانه شهر مکه طعام افغانی میپزد. مجبوری است، یعنی کار نیست، مجبوری است، مجبوری آمدیم. مقصد کار اینجا خوب است الحمدلله، خوراکی چولگی چیز هست اینجا کار میکنیم، میریم میایم خانه. با گفته همصحبتان من تقریبا در اکثر شهرهای شایگری عربستان سعودی مهاجران و یا گریزه های افغانستانی را واخوردن ممکن است، اما در کنار آنها عائله های هم هستند که به گفتهشان از ناحیه های هممرز با افغانستان کشوری تاجیکستان آمدند. حالا 10 عضو خانواده عبدالخلیل ولدی قدوس در شهر مدینه زندگی می کنند. به گفته پدر خانواده اصلشان از ناحیه فرخار جنوبی تاجیکستان است و در آخر دوران شوروی توسط دیگر کشورها تا به عربستان سعودی رسیدند. عبدالخلیل همراه فرزندانش در نزدیکی مسجد نبوی چند مغازه باز کرده و به تجارت مشغولند. آنها میگویند دیگر بهانه برای برگشت به وطن را ندارند. ما و شما آمدیم ای تاجیکستان افغانستان آمدیم، ای افغانستان آمدیم پاکستان، ای پاکستان آمدیم مدینه منوره. این 35 سال میشه ما در مدینه هستیم. ما قدیم مبارک. این زندگی یک روز خوب، یک روز خراب، زندگی تیزی. عبدالخلیل ولد قدوس هرچند زادگاهش را یک دهات دوردست تاجیکستان میگوید، اما خانه و حوالی و خویش و تبارش در افغانستان بوده است. خود و همسرش تابعیت افغانستان را داشتند، ولی همه فرزندانش در مدینه تولد شدند. به اطلاع سامانه رسمی کمیسر عالی سازمان ملل متحد عاید به امور پناهندگان، بیش از 8 میلیون افغانها بیرون از کشور به سر میبرند. تنها در سال 2021 بنابر سبب نزاع این کشور را 1,600,000 نفر ترک کردند. مهاجران افغانستانی میگویند شاید سفر آنها تا زمان اتفاق افتد که دلگرمی برای برگشت به وطن را پیدا کنند. در کشورهای دیگر بیشتر آنها از حساب خدمت رسانی و یا هنرمندی مبلغ به دست میآورند. آژانس آب و هواشناسی تاجیکستان هشدار داده است که تا روزهای 3 - 4 فوریه در بیشتر ناحیه‌های کشور باران و برف می‌بارد. باریدن برف در بعضی ناحیه‌ها سخت پیشگویی می‌شود. طبق پیشبینی متخصصان به استثنای ولایت مختار کوهستان بدخشان، روزهای 1 - 4 فوریه در بیشتر ناحیه‌های جمهوری تمام می‌فراید. روزهای 1 - 2 فوریه در بعضی ناحیه‌های کوه حرارت هوا تا 15-20 درجه خنک پیشگویی می‌شود. به این خاطر آژانس آب و هواشناسی از احتمال فرآمدن ترمه و یخبندی در راه‌های کوهی خبر داده است. اوکراین با کمبود تیری توپخانه و موشک‌های ضد هوایی روبرو شده است. با نوشته آژانس بلومبرگ سبب پیش آمدن این حالت تأخیر در موافقه کردن بسته‌های کمک‌های نظامی آمریکا و اتحادیه اروپا است. چند دیپلمات غربی به بلومبرگ گفتند متحدان اروپایی تا 1 مارس می‌توانند به اوکراین تنها 600,000 دانه تیر بدهند. قبلا غرب به اوکراین 1 میلیون تیر وعده داده بود. با گزارش بلومبرگ، وزیران دفاع اتحادیه اروپا هفته جاری در نشست در بروسل مسئله افزایش دادن کمک‌های نظامی به اوکراین را بررسی می‌کنند. بعد تجاوز روسیه به خاک اوکراین، کشورهای غربی به کیف میلیون‌ها دلار کمک نظامی رساندند. بخش یک روز تاریخ را همکارم خیرمان بخازاده تقدیمتان می‌کند که مهمترین تحولات تاریخی در روز 1 فوریه را فرا می‌گیرد.
1 فевرال سال 1993 یک سال بعدی به عضویت سازمان ملل متحد قبول شدن تاجیکستان صاحب استقلال و هم در اوج جنگ داخلی در دوشنبه اولین نمایندگی این سازمان باز شد. اونمات یا هیئت ناظران سازمان ملل متحد با هدف نظارت از جریان صلح تاجیکستان و کمک بشردوستانه در کشور دفتر خود را باز کرد. بعد این نمایندگی‌های دیگر سازمان ملل متحد هم باز شدند که در رشد اجتماعی و بالا بردن سطح آگاهی مردم از حقوق و امکانیت‌ها تلاش کردند. سالهای آخر سازمان ملل متحد در تاجیکستان برای موقع ضعیفش در رابطه با محدودشوی آزادی‌های سیاسی انتقاد می‌شود. 1 فوریه سال 2011 در دوشنبه سازشنامه میان حکومت‌های تاجیکستان و روسیه درباره تأسیس مرکزهای فرهنگی و اطلاعاتی امضا شد که برای شروع کاری نمایندگی را сотрудничество و زمینه حقوقی گذاشت. اداره که 2 سپتامبر سال 2011 باز شد از نظر منقدان ساختار کلیدی روسیه در نشر و پهن کردن ایدئولوژی حکومتی این کشور در سراسر جهان به شمار می رود. 1 فوریه سال 2021 شهبال میرزایف یک سرباز سابق که 7 سال را در بستر بیماری پشت سر کرد درگذشت. حقوقشناس جوان با اختیار خود به ارتش رفته بود ولی در پی لطوکوب شدیدی هم خدمتش از پای رفتن محروم شد و تلاش‌های والدان و فعالان برای معالجه او بی‌نتیجه بود. سربازی که شهبال را به این حال آورد و یکی از نمونه‌های بی‌رحمی شدید در ارتش گردید به 9 سال زندان محکوم شد ولی بعد این هم حادثه‌های خشونت و مرگ در ارتش به رسانه‌ها راه یافت. شبانه روز گذشته قرب روبل روسی در بانک‌های تاجیکستان به تغییر بوده ارزش دلار آمریکایی باشد کمی بالا رفته است. صبح امروز 1000 روبل به 117-121 سومانی برابر است. 100 دلار آمریکایی باشد 1089 سومانی ارزش دارد. قرب رسمی بانک ملی تاجیکستان برای امروز چنین تعیین شده است. بینندگان عزیز، اینجا رسیدیم به پایان برنامه نوید بامدادی. برنامه را به دوستانتان فرستید و نظر و پیشنهادهای خود را به ما نویسید. تا فردا در همین وقت و ساعت خدا نگهدارتان.